این یک محصول رایگان آموزشی است. هدیه مؤسسه MIE به شما که برای مدت کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی ما به صورت رایگان عرضه می شود. امیدواریم که لذت ببرید و استفاده کنید. امروز جلسه دوم از وبینار در واقع پولسازی و ثروت ماست که در واقع جلسه دوم از وبینار پارادایم پول و ثروته که می‌خوایم در مورد در واقع فرمول نهایی ثروت حرف بزنیم. Ultimate Wealth Formula. اسم محصول جدید من Ultimate Wealth Formula است. محصول فرمول نهایی ثروت. من جلسه قبل در مورد Self Fulfilling Prophecy صحبت کردم. این جلسه میخوایم بیشتر در مورد پول و ثروت صحبت کنیم. اگه موافق باشین جلسه رو شروع کنیم. خب بذارید من یه نکته خیلی خیلی ساده بهتون بگم. برای اینکه شما به پول و ثروت برسید هیچ چیز عجیب و غریبی نباید انجام بدید. یعنی شما لازم نیست که خودکشی کنید، یه کار خیلی خاص انجام بدید. شما میتونید با یک برنامه درست مالی به پول و ثروت برسید. هیچ کار عجیب و غریبی نباید انجام بدید. شما باید اصولش رو یاد بگیرید. ببین من داشتم فکر میکردم توی دنیای آدمای عادی خب اینطوریه که اونا وقتی میخوان پولدار بشن خیلی تلاش میکنن. بعضیشون واقعا زحمت میکشن. بعد پولاشون رو جمع میکنن و یه جای از دست میدن. خیلی تلاش میکنن ولی پولی به دست نمیارن. خب چجوری میشه ثروتمند شد؟ ولی تلاش جسمی زیاد نخواد. میشه اصلا؟ ما میخوایم در مورد فرمول نهایی ثروت صحبت کنیم. اجازه بدید من کلمه فرمول رو تعبیر کنم، ترجمه کنم. وقتی که شما میخوایم یک معادله‌ای در ریاضی انجام بدین همیشه از اعداد استفاده میکنید. یعنی یه پای کار همیشه عدد خانم یگانه. همیشه و همیشه شما از اعداد استفاده میکنید. شما میخواین جذر بگیرید، اعداد به کار میبرید. ضرب بکنید، اعداد به کار میبرید. تقسیم بکنید، عدد به کار میبرید. تمام ریاضی در مورد اعداده و ریاضی علم مادر جهان هستیه. چرا من اسمشو گذاشتم فرمول نهایی ثروت؟ چون من میخوام برای شما در مورد فرمول حرف بزنم. فرمول چیه؟ گوش کنید توضیح بدم. اینجا باشید چند لحظه. فرمول یعنی این که شما این عددی که میذاری توش اون طرف معادله بر اساس فرمول تغییر میکنه. به ساده براتون بگم. اگه شما 2 تا 2 داشته باشید معادله باشه 2 به اضافه 2 یعنی فرمول جمع بستن رو استفاده کنید اون بر میشه 4. اگه 3 به اضافه 3 باشه میشه 6. 4 به اضافه 4 باشه میشه 8. حالا فرمول رو عوض میکنم. ضرب میذارم. 4 ضرب در 4 دیگه 8 نمیشه. 3 ضرب در 3 دیگه 6 نمیشه. میشه 9. چرا؟ عددا همونه. به خاطر اینکه فرمولش عوض شد. میفهمید نقش فرمول چیه؟ فرمول نتایج رو عوض میکنه. میدونید یه مسئله‌ای که ما امروز توی ایران داریم اینه که ما توی موفقیت و خوشبختی فرمول درستی نداریم. من خیلی راجبش فکر میکنم. من شبا میرم راه میرم. بچه‌های گروه VIP کانال VIP Wealth میدونن من تقریبا هر شب میرم پیاده روی. شب توی اطراف خونه ما خیلی تاریکه. ما کنار جنگل زندگی میکنیم. خیلی موقع چون خیلی تاریک میشه و جنگله همه میترسن. ولی من میگم آقا آدما اگه اذیت نکنن حیونا هیچ اذیتی ندارن. روباه میاد تا چند قدمی من وای میسا ولی وقتی من میرم فرار میکنه. راکون و اینجور چیزا که خیلی سریع فرار میکنه. شب تاریک نسیم خنک میزنه. من تو این تپه ها تو این خیابونا بالا پایین میکنم و مدام دارم به ثروت و موفقیت فکر میکنم.
میخوام بدونم که چجوری میشه پولدار و ثروتمند شد. برای من خیلی مهمه که بشه پولدار و ثروتمند شد. چجوری میشه؟ اجازه بدید یه نکته مهمی رو بهتون بگم. اگر شما فرمول درست داشته باشین، نتیجه که میخواین به دست میاد. نگاه کنید، شما میخواین نتیجهتون بشه 1000، نتیجهشون بشه 2000 یا 1,000,000، اصلا میخواین 1,000,000 بشه نتیجهتون. اگه اینو برید تو فرمول مثلا ضرب و 1000 ضرب در 1000 بکنید میشه 1,000,000. ولی اگر همین دوتا عدد با فرمول تقسیم استفاده بشه، 1000 تقسیم بر 1000 دیگه 1,000,000 نمیشه، کلا نتیجه عوض میشه. این بحث ریاضیه. من همکاری دارم، مثلا خانم قارزی خیلی دختر خوبیه، خیلی خانومه، من میبینم خیلی زحمت میکشه و گاهی اوقات میرم پیاده روی بچه هامون فکر میکنم، میگم چرا مهتاب اونجور که من دلم میخواد پول در نیاورد؟ چون فرمول ذهنش روی فرمول ثروت تنظیم نیست. بچه ها اجازه بدید یه ذره باز کنم، بحثم یه ذره سنگینه، از ریاضی ساده شروع کردم، میخوام ببرمش توی بحث فیزیک و جهان واقعی. هیچ کدوم از شما تا الان اتومبیل تو زندگیش دیده؟ اونایی که تو زندگیتون اتومبیل دیدین دستاتون اینجوری من نشون بدین. مرسی. همه شما اتومبیل دیدین. حتی خانم ملیکا خانم هم اتومبیل دیده ولی دستشو بالا نبرد. خب سختش بود دستشو بالا ببره. خب حالا من سوالم اینجاست، ببینید خوب گوش کنید، خیلی نکته مهمی ها. شما توی اتومبیل، موتور اتومبیل کار میکنه، چی میشه که دمای گرمای اتومبیل میاد پایین؟ فن دارین، دیدین آب میریزین توی موتور ماشین، از یه حدی دما میره بالاتر، فن یهو صداش بلند میشه. دیدین؟ شنیدین؟ یهو صدای فن بالاتر میره. چرا؟ ترموستات داریم، فیلتر میکنه دما رو، میگه از به 90 رسیدی، دما به 90 رسید، شروع میکنه فن کار کردن و میاره پایین و دیگه شما دمای بالاتر رو نمیبینید. ساده است، متوجه؟ دارم تدریس میکنم به نحوی که میخوام بفهمید، چون الان میخوام یه نکته خیلی مهم بگم. نکته که میخوام بگم شاید براتون قابل درک نباشه اولش اگه تون تدریس کنم، ولی با متد تدریسی که من میرم شما درکش میکنید. ببینید تو ایران یه عالمه آدم اومده تدریس موفقیت کرده، دو سه تا اشکال توش وجود داره. یکیشون اینه که اون آدم در مورد پول و ثروت حرف میزنه، بعد مثلا بچه خودش میاد بهش فحش میده، این ثروتمند نیست، چون نمیتونه دنیا خودش رو کنترل کنه. اون آدم در مورد پول و ثروت حرف میزنه، در مورد موفقیت و خوشبختی و رابطه درست حرف میزنه، بعد رابطه خوبی با همسرش نداره، مثلا از خانم اولش طلاق میگیره، اصلا در زندگی بعدی مثلا با همسر بعدیش هم ازدواج نمیکنه، بعد میگه من خیلی خوشبختم. خب ما نمیدونیم که واقعا خوشبخته یا نیست. توی جلوی دوربین همه میگن ما خوشبختیم، خوشحالیم، اما واقعا خوشحالن؟ ما اینو نمیدونیم. ما نیاز داریم که اینو بپرسیم و تحقیق کنیم. بذار یه چیزی بهتون بگم. من اولین بار یه آقایی دیدم در مورد ثروتمند شدن حرف میزد. گفتم چقدر قشنگ حرف میزنه. خیلی حرف قشنگ، خیلی هم با انرژی. یه ماشین مازراتی خوشگل داشت، عین مازراتی من لوانته. گفتم چه خوب مازراتی سوار میشه. تو ایران مازراتی ماشین گرونیه. بعد اینکه بچه‌ها بهم گفت این ماشین خودش نیست که، میره ماشین اجاره میکنه، میگه من خیلی پول دارم، برای اینکه با آدما راجع به پول و ثروت تدریس کنه. من خیلی دلم برای کشورمون میسوزه. حتی کسایی که میخوان به مردم خوشبختی رو تدریس کنن خودشون خوشبخت واقعی نیستن. میفهمین چی میخوام بگم؟ خانم نیکار، این خیلی مهمه که کسی که داره راجع به این مسئله ثروت حرف میزنه خودش واقعا ثروتمند بشه. من منظورم از ثروت فقط پول نیست، پولی که حس خوب با آدم بده، باش خونه خوب بخری، ماشین خوب بخری، با همسرت بری عشق کنی، با بچه‌هات لذت ببری. و اگه به ریاضی اعتقاد داشته باشیم، رسیدن به نتایج فقط فرمول درست میخواد.
یعنی شما اگه یک ضرب در مثلا 5 رو توی فرمول درست بذارین یا توی روش خاصی برین، هیچ وقت تمام نمیشه. ما بعضی اعداد رو اگه بلد باشیم تو فرمول درست بذاریم هیچ وقت تمام نمیشه. مثلا 1 تقسیم برای مثلا فرض کن فلان عدد، اگه تو ماشین حساب بزنیم میزنه مثلا 1 بعد جلوش فلان، همینطور اعداد میره کوچیک تا مثلا ماشین حساب 14 رقم رو حساب میکنه و دیگه نهایتی براش نیست. پس فرمول خیلی مهمه. من اسم محصول آخرم در مورد ثروتمند شدن رو گفتم فرمول نهایی ثروت، Ultimate Wealth Formula. رو هر کلمش فکر کردم. خب در مورد فرمول اینجوری عمل میکنه که فیلتر میکنه، نمیذاره از یه عددی بالاتر یا پایین‌تر بره، مثل ترموستات عمل میکنه. برگردیم به مغز شما. خانم کهزادی، وقتی ما در مورد مغز شما صحبت میکنیم، مغز شما هم ترموستات و فیلتر داره. من امروز میخوام یه تیکه از فرمول نهایی ثروت رو به شما تدریس کنم که شما برید و در کلاس واقعی، در محصول واقعی اون رو بخرید و بارها و بارها و بارها گوشش کنید. بچه‌ای که تو خونه هستین، این محصول وقتی ضبط شد، همین این که الان تو وبینار من دارم درس میدم، شما بعد 1000 بار اینو بشینید گوش کنید تا معنی فرمول براتون جا بیفته. شاید شما بگید آقای دکتر ملکپور، من الان دیگه معنی فرمول یاد گرفتم، نیازی ندارم که دوباره تکرار کنی. چند روز پیش یه خواهر عزیزی دارم توی کلاس VIP و بعد گفتش که آقای دکتر ملکپور، گفتم چه؟ گفتش که خیلی فرمول نهایی ثروت قسمت اولش قشنگه. گفت چون شما توش چیزی رو تکرار نمی‌کنید. من زدم تو سرم، گفتم وای، اصلا تکرار قدرت میاره، چرا من تکرار نکردم؟ اون فکر میکرد این نکته خوبیه و من فکر میکنم تو فرمول نهایی ثروت من خیلی از حرفا رو تکرار کردم. خب حالا میخوام به شما یه فرمول بدم که هر عددی، هر مغزی توش بتونه ثروتمند شه. ربط داره به self fulfilling prophecy. قبل از اینکه فرمول رو تدریس بکنم و درس بدم، یادتون باشه که این خیلی مهمه که شما به کسی گوش کنید که واقعا خودش نتیجه گرفته. نکته دوم این که شما واقعا اون رو اجرا کنید. یعنی اگه شما سر کلاس من بشینید و بعد کاری که من بهتون میگم نکنید، نتیجه نمیگیرید. شما باید این فایل رو بارها، نه 1 بار، 2 بار، 3 بار، 100 بار گوش کنید. چرا؟ همین الان تو فرمول توضیح میدم که چرا شما باید یه فایل 100 بار گوش کنید. هرچند که فکر میکنید نکته به نکتهشو حفظ شدید، ولی من بهتون پیشنهاد میکنم باز گوش کنید. بچه‌ها من این فایل‌ها رو خودم تدریس میکنم. مثلا پارادایم پول ثروت رو من خودم تدریس کردم. بعد میرم تو خونه میشینم در حال ورزش، دارم ورزش میکنم، فایل خودم رو گوش میکنم. بعد یهو پاز میکنم، گریم میگیره، میگم چه حرف قشنگی زد. بعد میرم خودم این حرفو زدم. خب باشه، من هر شب مطالعه میکنم و تحت تاثیر اون حالت اون حرفو زدم و خودم یادم میره اون حرفو. و بعد بارها و بارها و بارها اون حرفو گوش کنیم تا تکرار بشه. چرا؟ این ربط داره به فرمولی که الان میخوام تدریس کنم. اگر من به شما فرمول بدم، شما هر کی که هستی تو هر موقعیتی میتونی پولدار و ثروتمند شید. من اینو تو فرمول نهایی ثروت کامل باز کردم و اینجا به صورت مختصر بهتون یاد میدم. اما اجازه بدین قبلش یه تحقیقی از دانشگاه ییل امریکا بهتون بگم. یه آقایی هست به اسم پروفسور بارگ اگه اشتباه نکنم و این آقای پروفسور خیلی معروفه. ایشون استاد دانشگاه ییل امریکاست. آماده این؟ میخوایم فرمول رو با هم بررسی کنیم. من خیلی سریع معنی فرمول رو گفتم و بعد میخوام فرمول رو با هم بررسی کنیم. این آقای پروفسور اومد به دانشجوهاش گفتش که 2 تا گروه موش دارید. شاید اینو توی قسمت قبلی هم گفته باشم. برای اینکه فرمول رو تدریس کنم مجبورم این آزمایش دانشگاه ییل رو اگرم گفتم دوباره بگم. پس خوب گوش کنید. تکرار میکنم که قدرت میاره. گفتش که شما این 2 تا موش‌ها رو نگاه کنید. گفتن خب. گفت این موش‌ها این گروه سمت راست خیلی باهوشتر از موش‌های اونوره. دستکاری ژنتیک شده. بچه‌ها دستکاری ژنتیک نشده بود.
دروغ میگفت. دانشجوهای دانشگاه هاروارد رو آورد و بهشون گفت ما موشایی رو داریم بهتون میدیم که خیلی باهوشتر از موشای معمولی هن. و اینا سرعتشون چندین برابر موشای معمولیه. اینا باید از داخل یه میز رد بشن. میز میدونین چیه؟ از این راههای مارپیچ که شما میری رد بشی تا میرسی به یه نقطه‌ای. گوش شما بعد موشو برسونی به جایی که بتونه پنیرشو برداره. فهمیدین جواب موضوع آزمایش چیه؟ ما تو این آزمایش میخوایم که موشهایی رو به دست دانشجوی دانشگاه هاروارد دادیم و بهشون گفتیم خیلی باهوشن و اینا از میز رد بشن برسن به اون پنیر. یه گروه دیگه تو اون اتاق بودن، اون طرف وایساده بودن، به اونا گفتن این موش خنگولا مال شماست. این موشایی که میبینید این ورن اینا خنگولن، موشن ولی گاون. خب این بیچاره این موشا عین اون یکی موشا بودن ها، ولی دانشجوها باور کردن، سابجکت های تحقیق باور کردن که این موشهایی که الان دست ایناست اینا خنگولن. رفتن از دانشجوهای تاپ دانشگاه هاروارد دعوت کردن بیان توی اتاق آزمایش و به اونا گفتن این کارو بکنید. یه آزمایشیه که توی بین سال 1995 تا 2000 مقاله علمیش هم روی سایت فکر کنم گوگل اسکولار هم باشه، میتونید مطالعه کنید. بعد دانشجوهایی که فکر میکنن موشاشون باهوش‌تره و دانشجوهایی که فکر میکنن موشاشون خنگوله قرار شد که به موشا کمک کنن که چیکار کنن؟ از میز رد بشن و برسن به پنیر. پس اونا شروع کردن با موشا کار کردن، بودو تشویقش میکردن، براش یه ذره پنیر میذاشتن جلوش میکشیدن. نتیجه باور کردنی نبود. موشایی رو که دانشجو فکر میکرده که باهوشتره واقعا بهتر عمل کرده بوده. به من بگید که آیا موشا واقعا باهوش بودن؟ نه. آیا میزشون اون راهشون با هم فرق میکرد؟ نه. آیا هوا و آبش تغییر کرد؟ نه. پس چی اینجا تغییر کرده بود که اینقدر تغییر تو نتیجه داشتیم؟ فرمولش تغییر کرده بود. کسی که قرار بود موش رو رد کنه باور کرده بود که این موشها موشای بهتری هستن. حالا من میتونم در مورد یه فرمول نهایی برای رسیدن به ثروت و موفقیت حرف بزنم. یه فرمولی که فوق‌العاده است. خب خوب گوش کن. قبل اینکه تدریس کنم با هم تمرین تنفس میکنیم برای اینکه ذهنمون آماده بشه و خارج از هر گونه نگرانی و استرس. ما یه نفس رو 4 ثانیه میکشیم، 5 ثانیه نگه میداریم و توی 4 تا 5 ثانیه میدیم بیرون. امتحان کنیم. 1 2 3. یه بار 4 بار باید انجام بدیم. یه بار دیگه. و دفعه آخر لطفاً 4 بار. خب شما برای رسیدن به یه نقطه باید فضای ذهنی اون نقطه رو آماده کنید. اگه شما روزی فقط 3 بار این تمرین 4 تایی رو انجام بدین، ذهن شما مستعد دریافت بسیاری از نکات مثبت میشه. این تحقیقات اثبات شده. برگردیم به موضوع فرمول نهایی ثروت. این که چجوری میشه شما ثروتمند بشید. شما 2 تا بخش دارید، بخش فیزیکال و بخش غیر فیزیکال، نامرئی. این 2 تا با هم همکاری میکنن.
بخش فیزیکال شما الان موضوع نظر ماست. شما یه سری سلول دارین در ساقه مغزتون. بچه ما میخوایم در مورد عملکرد راس RAS صحبت کنیم به عنوان بخشی از فرمول نهایی ثروت. راس مخفف Reticular Activating System هستش. من میخوام در موردش امروز برای شما توضیح بدم تا خیلی از چیزا براتون باز بشه. در هیچ کدوم از وبینارهای من هیچ کس در این مورد نشده، فقط کسایی که فرمول نهایی ثروت رو خریدن، این محصول رو دیدن، الان میدونن من میخوام چی بگم. راس یه عملکرد فوق العاده داره که من میخوام شما رو باش آشنا کنم. اینا یه سری سلولن در ساقه مغز ما. کارشون میدونین چیه؟ یادتون راجع فرمول صحبت کردم؟ یادتون بهتون گفتم ترموستات تو ماشین چی کار میکنه؟ ما تو مغزمون ترموستات داریم. بخش فیزیکال مغزمون. اشتباه نکنید، من راجع به یه چیز جادویی یا قانون جذب و امثال هم نمیخوام صحبت کنم. من میخوام در مورد بحث اثبات شده در دانشگاه صحبت بکنم. مغز شما یه سری سلول داره. این سلول کارشون اینه که فیلتر کنن. خوب گوش کنید. اصل درس، شما تقریبا 21 دقیقه از سر کلاس نشستین و الان میخواین توی این 5 دقیقه اصل درس رو یاد بگیرید. مغز شما یه سری سلول داره که اونا بسیار 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 خاصن. این سلول‌ها یه عملکرد بسیار عجیبی دارن که اگه من براتون الان بگم شما تعجب میکنید. کار این سلول‌ها اینه که میان اول داده ها رو جمع میکنن و یه سری چیزها که براشون تکرار میشه، حالت نورون های عصبی که شکل میگیره، برای اونها مسیر عصبی ایجاد میکنه. اینها بر اساس اون چیزی که بهشون داده میشه تصمیم میگیرن شما چی رو ببینید و چی رو نبینید، شما چی جوری عمل بکنید و عمل نکنید. یعنی شما یه فیلتر بسیار قوی در مغز دارید که میاد چیکار میکنه؟ میاد بر اساس تشخیصش چیزی رو برش مهمتر باشه به شما بیشتر نشون میده. توی دانشکده پزشکی یه مثال مشهوری دارن، من برای اینکه براتون جا بیفته اون مثال رو میگم و بعد بهتون میگم که چجوری شما خودتون عامل ثروتمند شدن یا بدبختی یا فقر خودتونید. قضیه چیه؟ تو دانشگاه پزشکی میگن که اگه شما بخواید یه ماشین قرمز بخرید، از فردا ماشین قرمز رو بیشتر میبینید. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینه که مرکز توجه شما به سمت ماشین قرمز بیشتر میره. یعنی اینجوریه که وقتی شما به چیزی شروع میکنید توجه کردن و میخواین که ببینین، مغز شما رو پروگرام میکنه، هدایت میکنه که شما از اون بیشتر ببینید. گوش کنید. بیایید برگردیم به موضوع ثروتمند شدن. موضوع ثروتمند شدن چیه؟ موضوع ثروتمند شدن اینه که شما چه چیزی رو بیشتر ببینید، پول ثروت یا فقر رو، و بعد به سمت پول ثروت حرکت کنید یا فقر. در فرمول نهایی ثروت ما به شما میگیم RAS چجوری عمل میکنه. RAS اینجوری عمل میکنه که تصمیم میگیره شما چی رو ببینید یا نبینید. وقتی شما به دنیا میایید، فقط چند روز بعد از به دنیا اومدنتون مغز شما به این نتیجه میرسه که بینی شما لزومی نداره که دیده بشه، چون دید شما رو بلاک میکنه. بعد شما دیگه بینیتون رو نمیبینید. الان اگه انگشتتون یه دست بزنید اینجا، انگشت دستتون رو میبینید، ولی اگه خود بینی رو اینجا باشه نمیبینید. چرا شما بینیتون رو نمیبینید؟ مگه جلوی چشتون نیست؟ چون RAS مغز شما تصمیم میگیره که شما اون رو نبینید. از این واضح‌تر شما چیزایی رو در جهان هستی میبینید که دوست دارید ببینید و مغز شما فرمان میده ببینید. یعنی شما میتونید بر اساس یک سری تغییرات در سیستم مغزیتون به سمت پول و ثروت هدایت بشید و پول و ثروت بیشتری ببینید و شما از همین فرمول میتونید استفاده کنید و دقیقاً فقر و بدبختی بیشتری در جامعه ببینید. این سیستم RAS بسیار جالب عمل میکنه. سیستم RAS به این بخونید، تحقیقات دانشگاه ییل رو برید بخونید. الان براتون میگم 2 آزمایش دیگه علمی براتون میگم. شما میتونید ثروت زیادی رو در جهان هستی ببینید اگر اون ثروت در جهان هستی به شما تلقین و القاء شده باشه. شما با القاءات خودتون کار میکنید.
خیلی جالب شد. صبر کن توضیح بدم. میخوام بازش کنم. مغز شما هر گونه اطلاعاتی که در اطرافش هست رو میبینه، میشنوه. شما نه ها، چون شما خودآگاهید. تمام مغز شما، نه فقط بخش خودآگاه شما. منظور من کل کره مغزی شماست. شما اگه یه چیزی رو خیلی سریع اینجا براتون بنویسم، طبق تحقیقات دانشگاه چشم شما تا یه حدی میتونه اونو کپچر کنه، ولی مغز شما کلن میبینه. مثلا وقتی شما یه فیلم میبینید، فیلم آمیزه ای از چند اسلاید عکسه که سریع جلوی چشم شما رد میشه. بنابراین شما اونو که سریع رد میشه به صورت یک فیلم میبینید. متوجه میشین خانم کوزادی؟ مثلا ما قدیم وقتی بچه بودیم میخواستیم بازی کنیم، کارتون میساختیم، عکس میکشیدیم، این عکس مثلا از یه دست بود، تو عکس بعدی دست رو میآوردیم بالاتر 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 بالاتر. وقتی عکس اینجوری این گوشه دفترچمونو که عکس‌ها رو کشیده بودیم اینجوری میکشیدیم بالا، این نشون میداد که یه دفعه دستش میره بالا، چون چشم ما اینو اینجوری میبینه. ولی اشتباه نکنید، مغز شما اون رو به صورت کامل میبینه. مغز شما هر عکس و تصویری که شما بهش میدین رو به صورت کامل میبینه. حالا من توی فرمول نهایی ثروت آزمایش‌های علمی رو دادم که میگه آقا بله، مغز شما وقتی شما یه چیزی میبینید خیلی سریع رد میشه، شما متوجه نمیشید اون کدومه، ولی مغز شما میفهمه اون کدومه. خب چرا اینو گفتم؟ چه ربطی به RIS داشت؟ داده هایی که شما به RIS میدین، RIS رو برنامه‌ریزی میکنه، پروگرامش میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما میاین مغزتون رو خودتون برنامه‌ریزی میکنید. با چی؟ با چیزایی که بهش میگید. مهم نیست که اون چیز درسته یا غلطه، مهم اینه که شما دارید به مغزتون چی میگید، چه چیزی رو با تأکید بیشتری به مغزتون میگید. صبر کن. هر چیزی رو که شما به صورت مداوم تو مغزتون بگین و تکرار بکنین، مغز شما اونو به عنوان یه سری داده درست باور میکنه. خب و بعد سیستم RIS میاد شما رو برای دریافت اطلاعات مشابه پروگرام میکنه. ماشین قرمز میخواین، ماشین قرمز بیشتری بهتون نشون میده. فیلتر میکنه که شما ماشینای قرمز رنگ رو ببینید. یادتونه ترموستات چجوری عمل میکرد؟ یا براتون دوباره تکرار کنم؟ تکرار قدرت میاره. یادتونه؟ پس مغز شما میتونه اطلاعات رو دسته‌بندی بکنه و چیزی که شما دوست دارید بهتون نشون بده. حالا بذارید یه ذره توضیح رو باز کنم. اینجا خیلی نکته جالبی داره. بذارید براتون یه ذره بیشتر بازش کنم. شما میتونید یه سری چیزا رو به مغزتون نشون بدید. یه سری تصاویر زیبا، پول، ثروت، امکانات. شما میتونید این کلمات رو بگید. مثلا بگید ثروت، خوشبختی، موفقیت، پیروزی، بهروزی. اینا رو بگید. خب چه تأثیری داره؟ الان بهت میگم. مغز شما رو طوری پروگرام میکنه که هم آهنگ با اون کلماتی که افرم کردید، تاکید کردید، قدم بردارید. هر چی که باور کنید همون رو بهتون اثبات میکنه.